چی شد؟ جابی هنوز جای پا محکم نکرده؟ ترسیدی؟ چرا تیمی که سگانه داخلی برده باید از تیمی که تنها افتخارش کفش طلای امباپه بوده بترسه؟ چون ژابی آلونسو با 8 از بهترین کادرش اومده تا بعد 15 جلسه تمرین یه کاری کنه بعد 11 ماه برگردید به همون جایی که بودید. ما که 2 تا سگانه داریم، سومیش هم قرار بود بگیریم البته اگه حقمون رو نمیخوردن. ولی خب ببین چه تیمی دارید که پی اس جی تونست سگانه بگیره، شما بعد 124 سال هنوز نتونستید. ما که 15 بار قهرمان معتبرترین جام باشگاهی دنیا شدیم، هم هتریک یو سی ال داریم هم گلات. ولی ببین شما چه تیمی دارین که آژاکس هتریک یو سی ال داره ولی شما نه. رئالیا کلا عادت دارن، ما هر چقدر تحقیرشون کنیم بازم میگن ما 15 تا سی ال داریم. تیمی که 11 تا و 8 تا میخوره نباید اینو بگه. البته شما که به 8 تا خوردن عادت دارین. ما بردای پرگل هم زیاد داشتیم. البته بگم که خودتون هم یه زمانی 9 تا از بایرن میخوردین. ولی حالا ولش کن دیگه، گذشته ها رو گذشته. جدیدن که حتی نمیتونید با کمک داورم ببرید. خیلی چیزا تغییر کرده و با این آماری که ژابی داره قرار حسابی خوش بگذره. آره خیلی. راستی رمز کارتم که یادت نرفته. 4 5 3 4.